الهی به امید تو. سلام به روی ماهتون. من سید داوود حسینی هستم، آقای شیشه صبح. به اذن پروردگار یک پادکست جدید و بی‌نظیر داریم، سرشار از اطلاعات عالی و حال خوب. دوست دارم دور از هر گونه مشغله فکری و ذهنی به این پادکست گوش جان بسپارید و بعد از اینکه حالتون خوب شد حتما برای دوستاتون ارسال کنید. یادمون باشه اطرافیان ما نیاز دارن به آگاهی. خیلی از آدما نیاز دارن ولی روشون نمیشه بگم ما نیاز داریم، ما بلد نیستیم. یادمون باشه که ما باید کمکشون بکنیم و این کارمای حال خوب و کار خوب و اتفاق خوب قطعاً به زندگی ما برمیگرده. همیشه با نام و یاد پروردگار شروع میکنیم. پروردگارا، این عزت مرا بس است که من بنده توام و این افتخار مرا کافی است که تو پروردگار منی. خدایا تو آنچنانی که دوستت دارم مرا آنچنان قرار بده که دوست می‌داری. آمین یا رب العالمین. از خدای بزرگ ممنونم که اجازه داد ما در مسیری باشیم به نام آگاهی از ثروت، از حال خوب، از ارتباط خوب، از اتفاق خوب و از هر چیزی که من دلم بخواد در زندگی خودم برای خودم رقم بزنم. من باید نقش اول باشم و خوب نقش آفرینی کنم. اسم این پادکست اورجینال باشه. خب طبیعتا در ذهن ما یه چیزی شکل گرفته تحت عنوان اورجینال باش، مثل